درست می بود؟ مسکو میره میگه نه من به روسیه میروم. یعنی که همون سمالیات همون شهر برفت است، تمام و دیگه جا نمیرد. مثال همگان شما را توسط تریتوری یومورا شناختند. چرا از این گروه امروز خبری نیست؟ سببش در آن که اکنون خیلی بچه‌ها کلان شدن. رادیو برای حج وینیگار شدن شرط نیست خواندن. من یک احساسات میگیرم که باید این رو با یگان پول خریده نمیشن. برای محبوب شدن در بین خلق از همه چیز مهم چی است به فکر شما؟ که اول شما دل مخلصان را یابید. شما در زندگی هم همیشه شوخ هستید یا تنها در صحنه؟ در حیات زندگی خودم شوخ نیستم. در یک مصاحبه خود گفتید که شما بارها خیانت دیدید. این چیز البته نشده است. ما در چندین جا شنیدم که شما رو پسری حج وینیگار شناخته استاد مقیم جان عبدالفتاحیف میگن. خیرت که مقیم جان عبدالفتاحیف از اصفهان. این فروخ اکا کجا باشم؟ ها فروخ اکا کجا به شما؟ من شما انتظار. اوکی گوگل. خب بیایید. تو درست می؟ ای سلام اکی فروخ جان بیاید. خوش آمدن مرحبا. دوستان عزیز امروز در برنامه ما مهمان هستند یکی از حج وینیگاران شناخته بلاگر که همه روزه مخلصان صحنه‌چوی ایشان را انتظار هستند تا تماشا کنند طبع خود را بولیده گردانند. شما رو با برنامه خوش آمدید میگیم. من خیال کردم از میگوید که همون شخص عمده نتونستن جاش به فاروق سنگین فهم بگی. خوش آمدید. همگان شما را توسط تریتوری یومورا شناختند. چرا از این گروه امروز خبری نیست؟ امروز البته متاسفانه 2 سال میشود که پروژه تریتوری یومورا این پروژه را ما محکم کردیم. یعنی که برای چی سببش بسیاری میپرسند. سببش در آن که اکنون خیلی بچه‌ها کلان شدن. هم از پی اویله، از پی زندگی، از پی بعضی مثال هر یک از روی خودش انتخاب کرده و رفتن. برای همین این پروژه همچون پروژه‌ای که شو میموندیم ما اون رو محکم کردیم. امکان دارد که این باز دوباره برقرار شود؟ شاید شود لیکن پیشتر تریتوری یومورا نمیشن. شما نیت دارید که یک گروهی رو باز به مثل تریتوری یومورا تأسیس دهید خودتان و برای مخلصان باز چنین حجوها پیشنهاد دادید؟ البته در نقشه ها هست. خیلی در اینجا الکی خودم نه همراه دوستانم که عین حال ما در دوشنبه فعالیت را آغاز کردیم. همراه حبیب جان، امید جان حاضر کوشش داریم که همه خیلی یک گروه تشکیل کنیم که همچون ژانر مینیاتور صحنه‌چه ها همچون همین گونه استیلی تریتوری یومورا استیلی کمدی کلاب همین چیز رو باز برقرار کنیم. نشنیدم نگویید، نفهمیدم نگویید. روزهای 2, 3 و 4 نوامبر در کاخ борбад در دایره لایحه тамғаи писандидаи тоҷикистон намоиш фурӯши маҳсулоти хӯрока, молҳо барои хона ва хизматрасониҳои гуногун баргузор мегардад. маҳсулоти босифат бо нархҳои дастрас. биёед ва маҳсулоти писандидаатонро харидорӣ намоед. даромад озод аст. شما از خوردی آرزو داشتید حج وینیگار شوید، یعنی چرا به دانشکده صنعت نسپردید یا برای حج وینیگار شدن شرط نیست خواندن؟ در دوری جوانی در وقتی که مکتب رو ختم کردم یعنی که در من در دلم یگون کسب رو انتخاب کردن نبود. یعنی که از سبب که مادر مرا تنها کلام میکرد، مادرم میگفتن که من باید که تو رو خانونم. برای چی؟ برای اینکه همسایه ها چی میگن؟ به پدر من کلان شده مثلا اینستیتوت داخل کرده نتونست یا خواننده نتونست. برای من دانشکده کوه متالورژی تاجیکستان به از سبب که در شهر چکالف زندگی میکردم، حاضر بوستان میگویند، در همونجا داخل شدم و در دوری مکتبی این چیز به من یعنی که همچون میدونید همچون یک شوق پیدا شد. وقتی که کوین سر شد در بین مکتبا محفل خوشدلان و حاضر جوابان در آنجا ما اشتراک کردم و در آنجا وقتی که ما در صحنه مرکزی جوانان در شهر خوجند برآمد کردیم، در آنجا زیاد است 700 تا آدم اشتراک داشتن. در آنجا وقتی که میدونید یکم بار صحنه میبرد یکم چی میگوید که آدما میخندن، در اینجا یک احساسات به دل من جا شد و نمیدونم من به فکرم میسی من در این حیات می باشد که یعنی که یک کس را تبش را خوش کردن
و باور کنید از این چیز من خیلی شاد میشم. بگذار من در یگان جایی که بی پول برآمد میکنم، لیکن شخصانی که آدما که میخندن من یک احساسات میگیرم که باید این رو با یگان پول خریده نمیشن. با مادر کلان شدید، شما از چند سالگی از پدر محروم شدید؟ البته خیلی مشکل است، برای که دوری که عیناً در همان جا یک دستیاری پدر لازم است. در همین سن سالی که الکی بچه به وای میرسد، در آنجا باور کنید سیاستی پدر، تربیت پدر، نصیحت های پدر لازم میشن و خیلی شادم که این چیز رو به من مادرم داده تونست. آیا با جز همین حجوینگاری در سایه خودتون باز کار میکنید؟ اکنون غیر از این ما در ساحه کوشش میکنیم رکلام نویسیدن سناریو، ایده، همچون مارکتینگ در بعضی کارخانه ها با شرطنامه همکاری میکنیم. درآمد اساسی شما از همین رکلام و سناریو ها است، یعنی از سایه که خودتون خوندید کار نمیکنید؟ برای محبوب شدن در بین خلق از همه چیزی مهم چی است به فکر شما؟ اکنون برای محبوب شدن نمیدونم، این باید که اول شما دل مخلصان را یابید. برای دل مخلصان را یافتن شما نباید که خودتان را این فکری مانده یگان چی образи که شما سازدواد میکنید. باید که خلق چی را دوست میدارد؟ خلق همین چیز را دوست میدارد که همین تو کی هستی انم خیل باش. این فکری شخصی من، یعنی که در حیات من چی خیل هستم، در صحنه چی خیل هستم. من فکرم مثال هست آدمایی که الکی چی خیل بگم شما کمتر ستاره شدگی در بین خلق نمیگردن. اون چیزی که در هر یک جاهایی که جاهای عمومی تعام خوری است در آنجا نمی نمایند، برای که آنها الکی خودشان رو دیگر استاتوس فرقیت میکنند. لیکن این چیز رو کردن در کار نمیفکریم. البته ما انسان هستیم، همه انسان است. شما در زندگی هم خیلی شوخ هستید یا تنها در صحنه؟ در زندگی من باور کنید در حیات زندگی خودم شوخ نیستم، برای که آن چیزی که شوخی میکنم این برای براشتن طبع مردم است، دیگر کس است. یعنی که اویله زندگی تماما دیگر چیز. یعنی محبوب شدن در بین خلق به زندگی شما یگان تغییرات دیگر وارد کرد؟ البته شهرت شدن در زندگی یک تغییرات وارد کرد. برای چی؟ در اینجا مثال من میگم این هم پلوسی خود را دارد هم مینوسی خود را. مثال یگان جواب کارتون میافتد شما رو میشناسن، این یکی از هم تو نگاه میکنید تبسم کردی اوجه معلوم میشد که و شخصیت شما رو میشناسد، یعنی که کوشش میکنید که با هزل و شوخی کارتون رو بود کنید. لیکن مینوساش هم هست. در یگان جایی که میرید مثلا یگان خریداری میکنید و فکر میکنید که شما تلویزیون میبرید، شما اینترنت بحثید، شما میلیون کار میکنید، برای همین نرخ الکی سیوانای میشن. یعنی که این چیزا حیاتی من به اثبات شدگی مثال شخصی که مثال یک از ما میگه که راو همونجا همین خیلی لباس ما 180 سوم بخریدم، مثال شما میرید میگید 380 کا این اوریجینالش. من میگم اووای به فروختی کو یک تا جورم به همین سو یک کا کیتایسکیش بود. یعنی همون لباسو برای که مثلا اونا گمان میکنن شما پول درسته به شما قیمت پیشنهاد میکنن. این مینوساش هست همین چیزا. در اکنون پسی پرده که ما غیر از برآمد میکنیم. همون حادثه که گفتید به تو قیمت میفروشه به دوست دیگران ارزانتر به شما رخ داده است؟ البته من برای همین این چیز رو گفتم. البته من به من این چیز رخ دادگی من میدونم. من بعد از اون پروست خیلی همین خیلی حادثه شد که رفتم نرخ یک چند مرتبه گرم من بگفت خیلی مایل رفتم از دیگه جا خریداری کردم. یعنی که لیکن نه همه این خیل وقتی شما رو در کوچه با یگان ابرازی حجویتون نام صدا میکنن شما چگونه این رو قبول میکنید؟ چطوری که گفتم این چیز رو در زندگی در همون وقتی که طبعتان چگونه است. اگر که من نقض باشم، اگر آرامونه قبول میکنم یگان شوخیشم میکنم مثال ما وقتی که اویلام که باشم یگان یا که نسترینی نداشته باشم با من این چیز گپ راستش نمیفهم. اگر فرزندان شما در آینده حجوینگار را انتخاب کنند شما راضی میشوید؟ اگر که این از تحت دل باشد خیلی من راضی میشم، برای که اون چیزی که از تحت دل میکنید و دیگر چیز است. اون چیزی که مجبور میرید و همون کار رو میکنید، یعنی که کردن در کار برای زندگی گذاشتن یا اینکه برای همون عشق همون کار کردن در کار، این دیگر است. در یک مصاحبه خود گفتید که شما بارها خیانت دیدید. آیا شما هم به یگان نفر خیانت کردید؟ فقط راستش بگید.
خیانت اکنون به کدام معنا باشد. خیانت اکنون بسیار یک چند خیلی میشد. این چیز البته نشده است. برای که اینو ببینید که من عائله دارم، صاحب حاضر 4 فرزند. اگر که من عائله خودم رو دوست ندارم، چی به زندگی میکنم؟ چی به فرزنددار میشم؟ مثال ده وقتی که کدام وقت با اکنون اینو ببینید با فکری من کدام وقت به این خیانت میشن. وقتی که سخت پولدار میشید و از خود میروید. وقتی که اگر شاید عائلتون دوست ندارید. ما در چندین جا شنیدم که شما رو پسری حجوینگار شناخته استاد مقیم جان عبدالفتاحیف میگن. آیا این سوال با خود شما هم شده است یگان مرتبه در کوچه یا در یگان جای دیگه؟ بسیار شده است. خیرت که مقیم جان عبدالفتاحیف از اسفره، ما از دیگه جا. اگر همشهر می بودیم تا چنه اوجه پدازه نمیشد. من گفتی گپ ها مخلص هستم وای شخص به. در حقیقت وقتی که من از خوردی میدیدم شاید من همون ابراز گفتگی برای خودم طرزی سخنگویی طرزی وای نو افت من گفتگیم نه حسن من گفتگیم نه این پروسه خیلی مانندی هست تا به بسیار شخصای ادریج به مانند. در آخر میخواستم یک نقش اجرا میکرده در برای مخلصان در همینجا. اکو نقشی تو درست این از گفر راستش مسکو آغاز شدگی وقتی که ما کنسرت خود رو در پیش از سال نو برای همشهریان عزیز ما گذاشتیم و همراه بچه‌ها که وقتی که سیر و گشت رفتیم من خیلی با واسطه پریکال دو تا کلمه بود وقتی که من در همونجا بسیار استفاده می‌بودم یعنی که یکمش این تو درست می بود یعنی که یگان دوستای می‌دیدیم اون جنده یا یگان حادثه های میشد با روزها و ها نگاه می‌کردیم تو درست می‌گفتیم ده مقصد دوسته یعنی که شبای سال نو چند کس پیان روزها چه خیلی است کلاویده مثلا همه خیلی حادثه ها شد که پیشی همه خیلی کلاویده تپ پیشی پای ما غلطیدیم پیش ما غلطید من تو نگاه کردم بچه‌ها نگاه کرده تو درست می‌گفتیم ده یعنی که از اساس واقعه بعد یگان مومنتا میشد که همون جنده بود با وی روسی تو نگاه میکردم اگر مترو میگم جنده باشه اگه روزهاش دیگه باشد آشنای خودم تو نگاه میکردم как дела میگفتم یعنی که همین دو فرازی گپم بود یعنی که از همین تو درست می این یکی از گفتی حاضر شخصایی که در سخن توپ اینترنت میشنم سخن توپ شد. یک نقش دیگر رو اجرا کرده هنگامی که در سمالت میرن میگه تو بر مسکو میره میگه نه من بر روسیه میرم خاطر نکنم همین گونه بود آیا همین هم در حقیقت شده بود یا در خاطرم نیست یکی شد می نشد می مقصد این ویدیو همین بود که یعنی که با سخنگوی ما سخنی که میگوییم یعنی که معناش یک است یعنی که مسکو رفت توسید می من روسیه یعنی که روسیه هم همون مسکو یا یعنی که همون سمالیات همون شهر برفت است تمام اومد دیگه جا نمیرد مثال درست است اصلا که پروسه گپ زنانای ما هم خیلی میشد که یعنی که بعضی وقت مسکو هم روسیه میگوییم یگان جای شهر باشد و روسیه هم میگوییم یعنی که جای انیقه نمیگوییم ما همین چیزا کوشش کردیم همین صحنه چی نشون دهیم. در یک عائله زن خواب است یعنی که در خوابش میبیند که آواز برآمده است تو میرد خیلی مردک ایستاده است یک خیلی مردک مست در حالتی بسیار ایستاده است یک خیلی میدوره در خلیدنی که شمیک شد یک دانه اخو هم تو توستر برید هم بند میگه میپوشد با میسد در یک دانه میکشد اخو هم تو توستر شما تاکسی نمی عذر میگه میپوشد داره زنک کوخنی بشته از تو ایچه تماشا دارد حیران میگه در 2 ساعت 3 شب درایت خواب کنید گفته که برام اینجا میشه نکم اولسو کارم هست میگه خیلی زنک میرد خواب میکند عملی سر میخیزد کوخنی را چوش نیست یا تاچ نشته برفتینده میگه. تشکر زیاد. در آخر میخواستیم بدونیم برای مخلصان چی سورپرایز ها دارید شما؟ حاضر در حقیقت در اگر ژانری برآمد گوید اگر من هم یعنی که شوق پیدا کردم یعنی که بعد تریتوریوم را دور شدن از صحنه برای من یک مشکلی است برای همین من کوشش کردم که حاضر وقتی که یک تا خودتون میمونید در این ژانر استنداپ است یعنی که تنهایی برآمده یگان
қисса воқеа ё дар бори ягон мавзӯе мегиред, дар васфи ҳамон гап шӯхӣ мекунед. Ҳамин чизро интихоб кардам. Аллакай ин дуюмин консерти ман мешад иншааллоҳ дар шаҳри Душанбе ва дуюмин консертамро ман ба нақша гирифтам санаи 25 ноябр дар шаҳри Душанбе дар ҳамин кохи суруш баргузор кунам. дар соҳаи Инстаграм бошад, аллакай дар ин ҷо бо якчанд блогерҳо, бо якчанд шахсиятҳо аллакай вохӯрдем. Мехостам ки саҳначаҳои ҳаҷвие ки ман дар блог Инстаграм мемонам, дар сатҳи бо аллакай яъне ки баландтар пешниҳод кунам. барое ки сабаби ман ҳам Душанбе омадан ҳамин буд ки аллакай аз Инстаграм ман ба як хулосае омадам ки дар он ҷо вақте ки мебинед мухлисонро, статистикачиҳоро, яъне ки аудитория мухлисо аз шаҳри Душанбе, аз вилояти Хатлон бисёр шуданд. ба ман писанд омад ки дар ҳамин ҷо биёям, то ки бо мавзӯъҳое ки дар ин ҷо бо онҳо шинос ҳаст, дар ҳамин мавзӯъҳо ба ин муҳит яъне ки ҳазлу шӯхӣ кунам. бинандагони азиз, меҳмони мо буданд блогери шинохта ҳаҷвинигори маъруф Фаррух Сангинов. арзи сипос барои иштирок дар барнома. барои шумо ҳам ташаккури зиёд ки барои барнома даъват кардед. ба мухлисони шумо гуфтаниам ки ҳамеша сарбаланду хонаобод бошанд, ҳамеша хандонрӯй бошанд. бигзор таби шумо ҳамеша болида бошад.